بسم الله الرحمن الرحیم. پس درسی نوی امروزه ما که کمی درباره درسی گذشته گذاشتیم خواهران عزیز و چه گفتیم، همیشه عقیده یک شخص مسلمان این است که پروردگار اجازه دهد تو رو کسی شفاعت میکند، پروردگار اجازه ندهد تو رو هیچ کس شفاعت نمیکند و در دنیا به امید شفاعت کسی نباش. در دنیا جنت را از الله بپرس، آسانی عذاب قبر و قیامت را از الله بپرس. به یگان نفر اعتماد نکن که فلانی مرا شفاعت میکند، به امید فلانی هستم روز قیامت دست مرا میگیرد، که این مسئله به شرک میرود. خیلی گفتیم آسانی روز قیامت را داخل شدن به جنت را تو در دست یک انسان میبینی، به یهود و نصرانی ها ماننده میشود و شخص مسلمان نباید در مسئله شفاعت به امید کسی باشد. اور پرسیدن که پروردگارا از جمله نفرانی که پیامبر شفاعت میکنند مرا از جمله آنها بگردان، یا حتی از آن هم درجه بالاتر. پروردگارا در روز قیامت مرا از جمله شفاعت کننده ها بگردان، یعنی تو اندازه منزلت من مثل شهید در نزد تو بالا باشد. گفتن درست است، اما امید کردید که من چند فرزندم را در دنیا دادگی هستم، من فرزندی خیلی گفتم حافظ دارم، یا من شوهری شهید دارم، فرزندی شهید دارم، او مرا شفاعت میکند. الله که شما الله را فراموش کردید و الله چی میگوید؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست که شفاعت کند در نزد پروردگار مگر با اجازت الله؟ کسی در روز قیامت بدون اجازت الله کسی را شفاعت کرده نمیتواند. درباره شفاعت پیامبر و نمودهای شفاعت پیامبر ما خواندیم که پروردگار ما را از جمله نفرانی کند که مشرف کردیم به آن. اکنون امروز خواهران عزیز بجز پیامبر کیها شفاعت کرده میتوانند؟ نگاه کنید. در ما حدیث در مسند امام احمد است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت در جنت درجه یک انسان خیلی بالا می شود و میگوید آن انسان یا رب ان لی هذه. این بالا بودن درجه از چی است؟ یعنی یک نفر خودش میدانیم که در جنت چی است؟ 8 دروازه دارد و بین هر دروازه ها یا گفتیم هر طبقه های در جنت بالا بودن درجه های انسان است که شما از خودتان بالا را میبینید، دیگر میگید کاش عمل من زیادتر بود و مثل او باشم، اگرچه به او رشک نمیکنید اما همین چیز را آرزو میکنید. و بالاترینش چه است؟ فردوس است که پیامبر اگر جنت را پرسیدید شما فردوس را پرسید میگویند. و اینجا یک نفر درجهش در جنت بالا میشود، یعنی امثالان او نفرانی که مثل او در دنیا عمل کرده بودند از او پایانترند، درجه این خیلی بالا است. در اینجا تعجب کرده میگوید، یعنی حیران مونده، پروردگارا این درجه را چگونه به من دادی؟ با کدام عملم من صاحب این درجه گشتم؟ الله میگوید به استغفاری ولدک لک. این درجه را ما به تو دادیم به خاطر استغفار فرزندت برای تو. یعنی بعد از مرگ تو فرزندانت برای تو دعا میکردن، اینقدر درباره دعا کردن که پروردگار گناههای پدر ما را بخش، درجه پدر ما را بالا کن، در جنت هم درجه اش را بالا کن. تو به سبب دعای فرزندانت به این مرتبه رسیدی. یعنی ببینید که فرزندی صالح دعایش در حق پدر و مادر میتش چه است؟ اجابت است. و پروردگار خودش میگوید که شمایان برای پدر و مادرتان دعا کنید و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیر. و پدر و مادرت را دعا کنید در حق پدر و مادرتان، خواه زنده باشد خواه مرده، تا فرزندان برای شما دعا کنند که دنیا همین گونه قانون دارد. کردی میبینی خوبی به پدر و مادر کردی، خوبی از فرزندانت میبینی. و اینجا چی هست؟ یک انسان خود بیخبر است اما بعد از مرگ او دعای فرزندانش سبب می شود که درجه او در جنت بالا شدن گیرد. و تقریبا همه می دانید حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند وقتی شما می میرید دیگر هیچ چیزی به شما ثواب نوشته نمی شود یا نامه اعمال شما تمام می شود، مگر اینکه اگر تعلیم دادید، علم دادید، شاگردان شما آن علم شما را به دیگران رسانیدن یا کتاب های نوشتگیتان هر کس خواند از آن استفاده برد، ثوابش به شما رسیدن می گیرد. یا یگان صدقه جاریه کردید، راه ساختید، مثلا
مسجد ساختید، قرآن تقسیم کردید، به طالب علمان کمک کردید که اینها هم ثوابش به شما رسیدن میگیرد، یا فرزندی صالحتان بود که بعد از مرگ شما برایتان دعا کرد. پس خواهران عزیز، دعا کردن در حق پدر و مادر رو نباید فراموش کنید. در ما چی هست؟ به پدر و مادر اساساً کاری که میکنن ختم قرآن بخشیدن است و به یگان کس پول داده در حق پدرم دعا خوان گفتن است، در حالی که دعای خودی فرزند، وقتی فرزند خودش به الله التجا میکند که پروردگار و پدر و مادر مرا بخش، پروردگار و پدر و مادرم در نزد تو عزیز باشند، الله دعای فرزند را زودتر اجابت میکند. یعنی خودتون در حق پدر و مادرتون دعا کنید که الله چه میگوید به آن انسان؟ بی استغفاری ولدی کلک. یعنی این مرتبه تو، این درجه که تو الان حیرت زده است که از کجا من به اینجا رسیدم، همون فرزندی صالحت که برای تو چیکار کرد؟ طلب مغفرت کرد که فرزندان ما رو پروردگار از فرزندان صالح کند که در حق ما دعا رو فراموش نکند و برای این توفیق رو از الله پرسیم و خودمان هم در حق پدر و مادر باید همیشه دعاگو باشه. و این یعنی یکی از نمودهای شفاعت، یعنی شفاعت فرزندان و پدر و مادر در بالا شدن درجه آنها در جنت است. شفاعت دیگر خواهران عزیز، فرزندانی که به بلاغت نرسیده از دنیا رفتن. در اینجا هم حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی نفر از شما فرزندی خردش، یعنی در دنیا فرزندش به بلاغت نرسیده میمیرد، روز قیامت پدر و مادر خود را از لباسش، از کرتش کشاله کنان به جنت میبرد. یعنی یک نفری که در دنیا فرزندی خردککش هنوز به بلاغت، یک دقیقه خواهرام الله هدایت کند، خواهر 3 بار دلیل میکنم باز انا در روز قیامت فرزندانی که شما مثلا بعد از به بلاغت رسیدن خواهران عزیز و انسان به گناه خود جواب میگوید، اما این کودکایی که به بلاغت نرسیده مردن، درد این کودک هم خیلی، یعنی صبر کردن به مصیبت مرگ فرزند خیلی سخت است. اما آنهایی که فرزندشان را از دنیا دادن، آن فرزندان روز قیامت الله اجازه دید، خیلی که گفتیم که به اجازت الله حتی هیچ پیامبر کسی را شفاعت کرده نمیتواند، آن فرزندان از کرته پدر و مادر خود کشاله کنان او را به جنت میبرند. حدیث در مسند امام احمد و صحیح مسلم است که ابی حسان میگویند من به ابو هریره گفتم که من 2 فرزندم بود، 2 فرزندم را از دنیا دادم، به من حدیثی از پیامبر گو تا که نفسم آرام گیرد. یعنی من 2 فرزندم را از دست دادم، چیزی گو که تسکین دل من شود. بعد از این ابو هریره میگویند من از پیامبر شنیدم که کودکای خرد شما آنها خردککان جنت هستند، آنها پدر و مادر خود را در روز قیامت از کرته هایش کشاله کنان، چه خیلی که من کرته تو را الان کشاله کرده ایستادم گویان و دستشان کرته ابی حسان را کشاله میکنند و میگویند انا همین گونه فرزندانی که به بلاغت نرسیده از دنیا رفتن شمایان را به جنت میبرند. و باز در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یکی از شما اگر 3 فرزندش را از دست بدهد در حالی که آن 3 فرزند به بلاغت نرسیده بمیرند، به سبب همان 3 فرزند الله پدر و مادرش را رحمت میکند و به جنت داخل میکند و چه میگوید؟ تو کودک و پدر و مادرت داخل جنت بشوید، جنت از آن شما هست. یعنی هر کسی که از شما 3 فرزند میدهد، در حدیث دیگر 2 تا و حتی 1 تا فرزند بدهد، هم مادامی که تو صبر میکنی و فرزند تو به بلاغت نرسیده از دنیا میرود، آن فرزندت روز قیامت تو را گرفته از دستانت، در حدیث دیگر از کرتت کشاله کنان داخل جنت میبرد. و همینجا حدیث ها خواهران عزیز درباره کودکانی به بلاغت نرسیده آمدگی است. کودکی که به بلاغت نرسیده مرد، 9 ساله، 8 ساله، 7 ساله بلاغت رو میدونید. هر کودک در یک سن معینی به خودش خاص به بلاغت میرسد. بعضی ها در 10 سالگی، حتی بعضی ها در 14 سالگی، حتی بعضی ها در 13 سالگی. اکنون در مسئله کودکانی که در شکم مادر میمیرند چی؟
6 ماه 7 ماه کودکی که در شکم مادر میمیرد، 4 ماه. اولا میدونیم که کودکی که در شکم مادر مرد علمی اون مثل کودکی نیست که 4 ساله کردی و از دنیا رفت، 7 ساله شد و از دنیا رفت، 11 ساله کودک از دنیا رفت. آره درد وی خیلی سخت است. مصیبتی آن به آن صبر کردن را نه هر مرد میتواند. مصیبتی این که کودکی 8 ساله 7 ساله 10 ساله 11 ساله از دنیا رفت. بعضی علما میگویند فقط کودکانی که به دنیا آمدند، یعنی تولد شدند و به بلوغت نرسیده مردن، آنها شفاعت میکنند، دیگر یگان کودک شفاعت نمیکند. نه، بعضی علما میگویند نه، کودکی که از 4 ماه و 10 روزگی گذشت او شفاعت میکند، برای اینکه الله کی به او روح میدمد. بعد در شکم مادر از 4 ماه و 10 روزه گذشت. و این چنین کودکای نوزاد هم به اتفاق تمام علما وقتی کودک نوزاد 1 روزه و 2 روزه مرد، او هم چی میکند؟ پدر و مادرش را روز قیامت شفاعت میکند. اما خیلی که در اول گفتم نباید مادری که کودک از دست داد به امید کودکش باشد که او مرا شفاعت میکند، زیرا الله اگر خواهد تو را شفاعت میکند و از مؤمن ایمان و عمل طلب هست. تو باید ایمان داشته باشی و به آن عمل کنی تا که از اهل جنت باشی. اکنون درباره شهید، خواهران عزیز، درباره شهید هم سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شهید 6 خصلت دارد، یا گفتیم 6 خصوصیت هست که تنها از آن شهید است. حدیث در مسند امام احمد و ترمذی هست. یکمش این است که یک باره گناه او بخشیده می شود، با اینکه خون از بدنش ریخت تمام گناه های او بخشیده می شود. دوم این که در همان وقت جان دادن او الکی مکانش را در جنت می بیند. در وقت جان دادن الکی او جنت را می بیند و خیلی می خواهد که پروردگار زودتر می خواهم به نزدت به جنت روم. سیوم او از عذاب قبر در امان میموند، یعنی برای شهید عذاب قبر نیست. اما کدام شهید؟ آنی که جانش را، قیمت ترین چیزی که در دست است، جان خریده نمی شود. جان را خریده نمی شود و با ارزش ترین چیز چه است؟ جان است که روح میگویم. آنی که جانش را به الله فدا کرد، گفت پروردگارا من به خاطر تو جانم را میدهم و در معرکه با کفار یا در هر جایی که به آنجا جان فدایی لازم است جانش را فدا کرد. سیوم خصال شهید این است که خیلی گفتیم او از عذاب قبر نجات می‌یابد و برای شهید عذاب قبر و سوال و جواب قبر نیست. چهارم یأمن من فزع الاکبر، روز قیامت همه وقت از آن دهشت قیامت در ترس و در هراس هستند، همه به کجا رفتن و چیکار کردن را نمیدونن. او الکی در امان است، او هیچ ترس ندارد، او در آرامی هست. و ششم و یوضع علی رأسه تاج الوقار، تاج الوقار، به سر او تاج وقار میمانند، یعنی تاج را به سر او میمانند که فقط یک یاقوت آن، یک سنگ قیمت بهای آن که یاقوت در تاجیکی هم یاقوت است، بهتر است از دنیا و هر چی در دنیا هست. یعنی پیامبر میگویند صلی الله علیه وسلم یک سنگ، فقط یک دانه سنگی که در تاج سر شهید است، ارزش آن از دنیا و هر چی در دنیاست بالاتر است. سبحان الله. و در دوامش میگویند و شهید با 72 حور ازدواج میکنند، برای او 72 حور انتظاری است که آنها همسر او میشوند. و یشفع فی 70 من اقاربه، و شفاعت میکند به 70 خویش و تبارش. پروردگار شهادت را نصیبمان کند. خواهران عزیز که انسان شهید خصلت‌های دارد که یا گفتیم انسان شهید درجه دارد که هرگز به آن دیگرها برابر نمیشوند. و چه میگویند؟ پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم به 70 نفر خویش و تبار خود او میتواند شفاعت کند و به پروردگار بگوید که من میخوام تو اینها رو ببخشی. البته آنها اگر مؤمن باشند، مسلمان باشند و مسلمانی گناهگار، چون پیشتر گفتیم که از قاعده های شفاعت این است که کافر را هرگز کسی شفاعت کرده نمیتواند، مگر اینکه درباره حضرت ابوطالب آمده بود که خیلی بارها هم گفتم که کاش ابوطالب مسلمان میشدند و ما هرگز
در جهنم سوختن ابوطالب را نمیدیدیم، اما همین گونه بود که ابوطالب نصیبش اسلام نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن به خاطر کمک های به من کردهش پسترین عذاب دوزخ به کی است؟ به ابوطالب است. اما کلا یک کافر را نه شهید، نه پیامبر، نه فرشته، هیچ کس نمیتواند از دوزخ گیرد و به جنت برد. و این یکی از شفاعتگرهای دیگری روز قیامت که ها هستند شهدا هستند که آنها 70 نفر را یک شهید میتواند چیکار کند؟ شفاعت کند. و شفاعت دیگر خواهران عزیز، شفاعت اهل قرآن. شفاعت اهل قرآن آنهایی که خالصانه به خاطر الله، نه به خاطر ریاکاری که در بین مردم لقب قاری را بگیرن، لقب حافظ را بگیرن، بچه فلانی قاری است، بچه فلانی حافظ است. نه، به خاطر الله که پروردگار قرآن کتاب تو هست، کلام تو هست، من این را حفظ میکنم به خاطر اینکه به هر یک حرف ثواب گیرم. گویان قرآن حفظ میکنه، یا پدر و مادری که فرزندشان را به خاطر رضاگی الله قاری میکنن، نه به خاطر ریای مردم و مردم بگوین فلانی قاری هست. که شما میدانید در تاجیکستان یک ماده هست به نماز فرزند اهمیت نمیدین، به قارگی فرزند اهمیت میدین. سبحان الله، نماز از قارگی بالا هست. نماز نداشته باشد حافظ قرآن تو هرگز و یگان فایدهش نمیرسد. که حتی بعضی علما به نماز مسلمان نمیگوین، به نماز حتی مسلمان نیست میگوین. بعضی علما که به نماز کودک و به اخلاق کودک، به اینکه کودک رویش و کارهایش چخیل است نیو اساسا مهم حافظ شوی، در ذهن بعضی ها هست که غلط ترین اسلوب تربیت این است. و اینجا هم ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوین هر کسی که من قرأ القرآن فاستظهره فاحل حلاله و حرم حرامه، هر کسی که قرآن را حفظ کرد و قرآنی حفظ کرده اش را نشان داد در عمل، حلال قرآن را حلال کرد، حرام قرآن را حرام. یعنی کسی که قرآن حفظ کرد به قرآن حفظ کردهش عمل کرد، آنچه که در قرآن حلال است حلال دانست، آن چیزی که حرام است از آن دوری جست. انا این انسان میگویند روز قیامت به 10 نفر از اهل بیت خود شفاعت میکند، و در حالی که این 10 نفر برای همشان واجب شده بود که به دوزخ درآیند، به آتش دوزخ درآیند. حدیث اینجا هم در ترمذی و مسند امام احمد است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حافظ قرآنی که به حفظ کرده اش عمل میکند، فقط قاری از یاد نه، چی از یاد کرده ایستاده است میداند و به گفته های الله در کتاب الله عمل میکند. که ببینید این گونه حافظ عالم هم هست، همین خیلی نیست؟ حافظی که قرآن چی میگوید همش رو میداند، حلال و حرامی در قرآن ذکر شده رو میداند و در عمل نشان میدهد که چه خیلی که پیامبر قرآنی بودن که در روی زمین راه میگشتن. او هم همین گونه هست. او 10 نفری که برایشان داخل شدن به دوزخ فرض شده است به خاطر گناه های کبیرشان، آنها را چیکار میکند؟ شفاعت میکند که داخل جنت شوند. اما به این شرطش چه است؟ فقط قاری از یاد بودن نیست، یا یک مدت حفظ کرده قاری آشی میگویند، چی میگویند؟ توی کردن به خاطر قار شدن بچه هم میگویند. بعد از این دیگر فراموش کرد، در فکر هیچ کس نه، یک باری در 10 سال 12 13 سالگیش حفظ کرده بود، دیگر در خاطرش نیست، تماما از پس دنیا هست، از پس کارهای دیگر است. این گونه حافظ نه، حافظی که حفظ کرد و آن چیزی که در قرآن است آموخت و عمل کرد و نشان داد، که این یک عالم ربانی الکی می شود. آنه که به هر چیزی که در قرآن است، یعنی درباره هر چیزی که در قرآن است با خبر شد و به آن عمل کرد. پیامبر چه میگویند؟ سبحان الله، درجه رو ببینید. 10 نفری که به او امید نیست که به جنت درآید، الکی از اهل دوزخ است، برای او فرض شده است که اهل دوزخ باشد، او را این حافظ با این حفظ و عمل کرده اش داخل جنت میکند. در حدیث دیگر هم که عیناً در مسند امام احمد و سنن ابو داود است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که قرآن را کامل کرد، یعنی قرآن را حفظ کرد و عمل بما فیه، و به آن چیزی که در قرآن است عمل کرد، و میدونید که به قرآن اگر تو عمل کردی تو به کسی ضررت نمیرسد، حتی به حیوانات،
حتی به حیوانات ضررت نمیرسد. مرحمت، مهربانی، شفقت در قلب تو پیدا می شود که تو وارث پیامبر صلی الله علیه و سلم می شوی، انسان مبارک می شوی که هر کجا رفتی فقط خیرت می رسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که قرآن را حفظ کرد، به آن عمل کرد، روز قیامت به پدر و مادر او تاج را پوشانیده می شود که نور آن تاج از آفتاب بالاتر است. و شما فکر کنید، میگن خودی وقتی که به پدر و مادرش این گونه تاج پوشانیده شد، به خودش چی داده می شود؟ یعنی فقط درجه پدر و مادر تو تاجی هست که از آفتاب روشن‌تر است و دیگرها میگن کاش در ما هم این بود. فقط پدر و مادرت به تو از این هم بالاتر درجه ها داده می شود. پس خواهران عزیز، پیش از همه پدر و مادرانی که خیلی گفتم به من زیاد در همین باره مصلحت میپرسن، بسیار خواهرها که خیلی میخوام در این باره یک بار صحبت کنیم، در باره حافظ شدن فرزندان که پروردگار و حافظان با عمل را نصیب ما کند. یعنی پروردگار برای ما حافظان با عمل را نصیب کند. از دست حافظان به عمل دیگر هم قرآن شکایتی هست و هم مردم که این گونه حافظان بی عمل، چی در بین دخترک ها چی در بین جوان ها خیلی زیاد هستند، چی در بین بزرگ ها. از شروط حافظی که در نزد الله و فرشتگانش و بنده های الله در روی زمین قدر و قیمت دارد این است که به حفظ کردهش عمل کند، پایبند قرآنش باشد. یک بار حفظ کردم و دیگر گذاشتم، نه، قرآن همیشه با او باشد تا آخر عمرش در تکرار کردن و در خواندن و عمل کردن باشد، نه اینکه یک مقدار نام قارگی را گرفتیم تمام. نباید این گونه باشد. انا این گونه حافظ هم تاج برای پدر و مادر خود را برای پدر و مادر خود تاج را می آورد با این حفظش، و هم خودش حتی شفاعتگر می شود. خیلی گفتیم به 10 نفره که آنها سبحان الله آنها از اهل دوزخ بودند. و درباره شفاعتگران دیگر خواهران عزیز، حافظان قرآن را گفتیم، کودک را درباره‌اش گفتیم، شهید را گفتیم، فرزند رو برای پدر و مادرش یعنی فرزندان بزرگ با دعایشان رو گفتیم. این چنین عددی نمازخوان‌ها در نماز جنازه، یعنی در نماز جنازه شما انسان‌های خداترس چقدر زیاد باشند، به سبب آنها پروردگار شما را از عذاب نجات می‌دهد. و در این باره حدیث عبدالله ابن عباس بود، خطا نکنم، آره حدیث در صحیح مسلم است که عبدالله ابن عباس وقتی فرزندشون میمیرد به یک نفر میگویند که برو و ببین که چند نفر به نماز جنازه آمد. او میرود و میگوید جمعی زیاد آمده است. بعد از این عبدالله ابن عباس میگویند من شنیدم که پیامبر گفتند هر مسلمان میمیرد و در جنازه او 40 مردی که به الله شرک نآورده اند اشتراک میکند، الله به خاطر یا گفتیم به سبب همون 40 نمازگزاری به الله شرک نآورده او را شفاعت میکند. یعنی این 40 نفر نمازشون به یک نفر مسلمان، 40 نفری که به الله شرک نآوردن، یعنی 40 نفری که آنها چی هستند؟ موحدین حقیقی هستند و اصلا در قلبشان ذره شرک نیست، اشتراک میکنند. به سبب آنها الله این نفر را شفاعت میکند. پس ببینید که بعضا به جنازه انسان‌های هم میآیند که در قلبشان شاید کمی آلوده شرک باشه، مثل ریا، آره، از شرک اصغر که به این الله خودش با خبر هست. در حدیث دیگر، حدیث حضرت عایشه هست که این هم در صحیح مسلم است. پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم هر کسی که بمیرد و 100 نفر از مسلمان ها در جنازه او اشتراک کنند، این 100 نفر شفاعتگری او میشوند. یعنی به سبب نماز همین 100 نفر این انسان از عذاب نجات مییابد که عددی نمازخوان‌های با تقوا در نماز جنازه سبب می شود که میت نجات یابد. و حدیث دیگر خواهران عزیز درباره عملهای صالح است. یعنی عملهای صالح هم شفاعتگری شما می شوند، یعنی ثواب عملهای صالح. درباره قرآن آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن القرآن حجت لک او علیک. قرآن روز قیامت
یا بر علیه تو، بر ضد تو حجت است، بر ضد تو او شاهدی میکند، یا بر نفع تو، بر فایده تو. یعنی ثواب قرآن خوانده ات که آن قرآن را خوانده عمل کرده یا نه، روز قیامت یا بر علیه تو است که این بدبخت مرا میخواند و هیچ عمل نمیکرد که سبب داخلی تو به دوزخ میشود، یا اینکه از اینکه زیاد میخواندی، از زهر قلب میخواندی، به آن عمل میکردی، به تو را به جنت میبرد. باز در باره سوره زهراوین، آل عمران و بقره آمدگی از حدیث خواهران عزیز در صحیح مسلم و دیگر کتاب های سنن که پیامبر چه میگویند؟ هر دو همین سوره را زیاد خوانید، برای اینکه هر دو این سوره، یعنی ثواب هر دو این سوره روز قیامت همچون دو ابر بزرگ می آیند و نجات می دهند صاحب خود را. آنهایی که شما این را خواندید، آنها روز قیامت به شما شفاعت می کنند و خواندن این دو سوره آل عمران و بقره برای شما برکت هست و ترک آن حسرت است. و اصلا وقتی این سوره ها را میخوانید، یگان جادوگر، یگان ساحر به شما ضرر نمیرساند. یعنی مشکلی های زندگی داریم، نمیدونیم از کجا این مصیبت ها هست، دلتنگی، ترس، وهم، شاید از سحر باشد، شاید از حسد باشد. یک علاج کرده وقتی آبید سوره بقره خوانید، آل عمران خوانید، پیامبر صادق المصدوق اصلا دروغ نمیگویند، این مشکلی ها همش میرود. برکت زندگیتون است میگویند پیامبر و هیچ ساحر به شما ضرر رسانیده نمیتواند. و عیناً همین گونه درباره اینکه روزه و قرآن، یعنی ثواب روزه و ثواب قرآن روز قیامت می آیند و به الله می گویند، مثلا ثواب های روزه تان به الله می گوید که این انسان نه خورد نه نوشید و شهوت هایش را ترک کرد، یعنی مرا گرفت، روزه گرفت و اینها را ترک کرد، پروردگارا به خاطر من این را ببخش. قرآن آمده میگوید شبها خواب نکرد و همیشه قرآن میخواند، پروردگارا این را ببخش. که یعنی حتی ثواب روزه و قرآن خوانده اتان چی میشود؟ شما را شفاعت میکند. باز هم در حدیث دیگر آمدگی است که وقتی انسان داخل قبر میشود، بعد از سوال جواب فرشته ها، نمازش، روزه اش، زکاتش، اینها همهشان در اطراف او می آیند و مونس او می شوند که تو این عمل ها رو انجام داده بودی و شکلشان شکل یک انسان می شود که همنشینی تو هست، همراه آنها تو تنهایی نمی کشی، همراه اینها تو در امان می شوی. یعنی ثواب این عمل ها به تو چه است؟ فایده می رساند و شفاعتگری تو می شوند که الله نصیب کنه در درس های حدیث این حدیث ها رو باز زیادتر می گیریم. این بود خواهران عزیز بقیه نمودهای شفاعتی که درس گذشته نگفتیم، از شفاعت عملهای صالح، از شفاعت خواندن قرآن و دیگرها که خیلی گفتیم پروردگار پیش از همه به ما درجه حافظ قرآن با عمل شدن رو به خودمان نصیب کند، شهادت رو به خودمان نصیب کند که خودمان روز قیامت توانیم نزدیکانمان رو شفاعت کنیم با اذن الله رحمان اگر به ما اجازه بدهد. و باز هم دعا کنیم که از جمله نفران باشیم که به شفاعت پیامبر نائل می شوند. و خیلی گفتم همیشه در اعتقاد داشته باشیم که شفاعت از آن الله هست و نباید از کسی از بنده هایش انتظار شفاعت بود، برای آنکه الله نخواهد هیچ چیز به ما شفاعت کرده نمی تواند. اینجا سوال باشد اکنون می گیرم.